چطوری پوستمو از این به این رسوندم. البته هنوز جوش داره ولی خب خیلی بهتر شده به خاطر 3 عامل: قرص، تغذیه و روتین پوستی. توی این ویدیو قرار در مورد سوم بهتون بگم. اول از همه که موهاتون رو ببندین، بعداً به جای اینکه یخ بکشین به صورتتون که اصلا اون قرار نیست تاثیر داشته باشه، خیار یخ زده بکشین. 8 تا 10 دقیقه صورتتون رو باهاش ماساژ بدین، بعداً شاهد کاهش پف و کمتر شدن التهاب و روشن شدن پوستتون بشین. بعد صبر کنین که جذب شه، صورتتون رو بعد با اشوینده ملایم بشورین. البته با آب سرد این کار خیلی بهتره از اینکه صورتتون رو بذارین توی یه کاسه پر از یخ. این ایده‌ای که مدت ترند شده بود واقعا برای همه پوستا مناسب نیستن، باعث جوش میشه. مرحله بعدی استفاده از تونر تسکین دهنده است که داخلش عصاره برنج و شیر داره، چون این دوتا باعث کاهش التهاب پوستتون و روشن شدنش میشه. خودم که عاشق این تونر. بعدی هم استفاده از این ماسکا یه بار در ماه که خیلی واقعا به پوستتون کمک میکنه. اگه نتونستین تهیه کنین، کافیه از این قرصه ماسک بگیرین و تو عرق شاتر و گلاب بریزین. از نتیجه فوق العاده این ماسک هم که نگم. مرحله بعدی استفاده از آبرسان و مرطوب کننده فاقد چربیه. در آخر استفاده از ضد آفتاب سبا که سنتلا مورد علاقه واقعا. از بین رفتن جلوی لک و چشتون هم خیلی کمک میکنه. این دو مصنوعم چون میدم اینفلوئنسرهای زیادی استفاده میکنن گرفتن. حتی بیبر و کایلی جنر و میتونم بگم عاشقشون شدم. جفتشون باعث کاهش التهاب، جلوگیری از چین و چروک و به دست آوردن یه پوست صاف میشن که من ازشون تو روتین شبم استفاده میکنم. تو کپشنم گفتم این سری از محصولاتمو میتونین از کجا تهیه کنین. راستی پست بعدی در مورد تقویت مو و جلوگیری از ریزششه، پس اصلا پست بعدی از دست ندید.